سوره صاد در مکه نازل شده است و از 88 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، الله سوگند یاد می کند به قرآن بزرگ صاحب پند که مردم از بزرگی قدر آن در غفلتند. صاد درباره حرفهای مقطعه در اول سوره بقره گفته شد. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی اند و از پذیرفتن حق در اختلافند. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. چی بسا مردمی را که پیش از آن مشرکان به هلاکت رسانیدیم، هنگام نزول عذاب آنها توبه کنان فریاد برآوردند، ولی آن زمان وقتی نجات نبود. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و کافران در تعجب شدند از این که بیم دهنده از میان خودشان برآمد که آنها را به سوی الله دعوت نماید و از عذاب او بیم نماید. و کافران گفتند این پیامبر نیست بلکه جادوگری دروغگو است. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا همه معبودان را یک معبود قرار داده است و هر آینه آن چیزی که او آورده است این چیز عجیب است. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بزرگانشان به راه خود رفتند و قوم خود را به پرستش معبودانشان تشویق نموده گفتند بروید و به پرستش معبودان خویش پایداری کنید که هر آینه این پیامبر دعوتی که میکند چیزی است خواسته شده که میخواهد بر شما بزرگ و برتر باشد. تفسیر بغوی. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما هرگز این چونین سخنی که او دعوت می نماید در آخرین آیین نشنیده ایم. این جز دروغ چیزی نیست. یعنی گذشتگان ما با این گونه سخن ما را دعوت نکردند. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما وحی مخصوص به یعنی محمد نازل شده است؟ بلکه آنها از وحی من در شبهه اند. بلکه این سخن را به آن سبب گفتند که هنوز عذاب ما را نچشیدند. پس اگر عذاب او را می چشیدند به گفتن این سخن جرأت نمی کردند. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. آیا خزینه های رحمت پروردگار پیروزمندی بخشنده در نزد آنهاست تا هر کس را که بخواهند از آن بدهند یا از آن
محروم کنند. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا فرمان روایی آسمان ها و زمین و هرچی میان آن دو است از آن آنهاست؟ یعنی مشرکان. پس اگر چنین است با اسباب و هر وسیله های دیگری به آسمان بالا روند تا به آنچه که میخواهند از دادن و بازگشتن حکم نمایند. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. آنجا یعنی شهر مکه لشکری است ناچیز از چند گروهی شکست خورده جمع شده. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قوت بزرگ که پیامبران را دروغگو می برآوردند. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. و نیز قوم ثمود و قوم لوط و مردم ایکه از آن جماعت ها بودند که پیامبران را دروغ می برآوردند. ایکه یعنی قوم شعیب علیه السلام. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. از آنان کسی نبود که پیامبران را دروغگو نبرآورده باشد، پس آنها را عذاب من واجب آمد. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. و این مشرکان اگر بر شرک خود پایدار ایستند جز بانگ سخت مرگبار انتظاری ندارند، چنان که آن را دیگر توقف نباشد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. و گفتند با طریقی مسخره آمیزی ای پروردگار ما نامه اعمال ما را پیش از فرا رسیدن روز حساب به دست ما بده. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. بر هرچی میگویند صبر کن ای رسول و از بنده ما داوود صاحب قوت را یاد آور. بیگمان او بسیار توبه کننده و به خوشنودی الله رجوع کننده بود. این آیت برای دلبرداری و تسلی دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هر آینه ما کوه‌ها را رام کردیم. کوه‌ها در شامگاه و بامدادان با او تسبیح می گفتند. والطير محشورة كل له أواب. و نیز پرندگان با او گرد می آمدند، همه فرمان بر او بودند. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فرمان رواییش را به هیبت، قوت و نصرت استواری بخشیدیم و او را حکمت و فصاحت در سخن عطا کردیم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. آیا ای رسول خبر آن شکایت کنندگان را شنیده ای؟ آنگاه
از دیوار قصر به مسجد در آمدند. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. و نزد داوود داخل شدند. داوود از در آمدن آنها ترسید. گفتند مترس، ما دو دعواگر هستیم که یکی بر دیگر ستم کرده است. میان ما به درستی داوری کن و پای از عدالت بیرون منه و ما را به راه راست هدایت کن. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. یکی از آن دو گفت هر آینه این برادری من است. او را 99 گوسفند است و مرا 1 گوسفند. می گوید آن را هم به من بده و در دعوا و حجت خود بر من غالب آمده است. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داوود گفت البته او که گوسفند تو را از تو می خواهد تا به گوسفندهای خویش بیفزاید. بر تو ستم کرده است و هر آینه بسیاری از شریکان بر یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و اینها نیز اندک هستند. و داوود دانست که او را آزمودیم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع در افتاد و توبه کرد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس ما این خطایش را بخشیدیم. هر آینه او را نزد ما نزدیکی و مقام بالا و در آخرت بازگشتی نیکویی است. یعنی در قرآن چگونه بودن خطاگی داوود علیه السلام ذکر نشده است، چون به ذکر آن نیاز نیست. تفسیر سعدی. یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود، هر آینه ما تو را در زمین جانشین ساخته ایم، پس در میان مردم به درستی داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه الله گمراه می سازد. هر آینه آنان که از راه الله کجرو می شوند به آن سبب که
روز حساب را فراموش کردند و به عذاب سخت گرفتار می شوند. در این آیت توصیه است برای صاحبان امر که با حق حکم نمایند و از حق بیرون نشوند وگرنه از راه حق گمراه می شوند. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما این آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست بیهوده نآفریده ایم. این گمانی کسانی است که کافر شدند، پس وای بر کافران که روز قیامت از عذاب آتش برخوردار می شوند. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مانند فساد کنندگان در زمین قرار خواهیم داد یا پرهیزگاران را چون گناهکاران قرار خواهیم داد؟ چون این چیز در حکمت و حکم الله لایق نیست، بلکه مؤمنان پرهیزگار را ثواب می دهد و فسادکاران بدکار را عذاب می دهد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. کتاب است پربرکت که آن را بر تو ای رسول نازل کردیم تا در آیاتش بیندیشند و بر راهنمایی آن عمل نمایند و خیرتمندان باید از آن پند گیرند. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما سلیمان را بر داوود بخشیدیم، چی بنده نیکوی بود و البته او بسیار به طاعت و خوشنودی الله رجوع کننده بود. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. به یاد بیاور آنگاه که به هنگام عصر اسبان تیزرو به او نشان داده شد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. پس گفت سلیمان هر آینه من چنان شفته مهر اسبان شدم که از ذکر پروردگارم بیخبر گشتم تا آفتاب در پرده غروب پوشیده شد، یعنی نماز عصر قضا شد. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. آن اسبانی نشان داده را نزد من بازگردانید. پس شروع به دست کشیدن بر ساقها و گردنهای آنها کرد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما سلیمان را آزمودیم، بر تخت او جسد را افکندیم، سپس او روی به الله آورد و توبه کرد. یعنی آن جسد پسر بچه نارسی بود که یکی از همسرانش به دنیا آورده بود. این در آن زمان بود که او قسم خورده بود که به همه همسران خود نزدیک شود و آنها هر یکیشان جنگاور تولد کنند تا در راه الله بجنگند، ولی انشاءالله نگفت مگر آنها یکیشان پسر بچه نارسای تولد کرد.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. گفت ای پروردگار من، مرا ببخش و مرا مخصوص ملک عطا کن و پس از من کسی سزاوار آن نباشد که هر آینه تو بسیار بخشاینده ای. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس باد را رام او کردیم که به نرمی هر جا که میخواست به فرمان او میرفت. والشياطين كل بناء وغواص. و نیز شیطان ها را که هم بیناکار بودند و هم غواص رام او کردیم. غواص یعنی فرو رونده بودند به قعر دریا و بحرها برای بیرون آوردن دور و مرجان. وآخرين مقرنين في الأصفاد. و نیز گروه دیگر را که همه بسته در زنجیر او بودند. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. این ملک و فرمان روایی عظیم عطایی به حساب ماست. به هر کس خواهی آن را بده و خواهی نگهدار که تو را در این باره حساب و کتاب کرده نمی شود. و این له عندنا لزلفا و حسن مآب. بیگمان برای سلیمان نزد ما در آخرت نزدیکی و بازگشت نیکوست. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. و ای رسول از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا کرد که هر آینه مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. پس به او گفتیم پایت را در زمین بکوب، این آب است برای شفا تا به آن شستشوی کنی و سرد است برای نوشیدن. ایوب علیه السلام شستشوی کرد و نوشید، در حال از تمام دردهای ظاهری و باطنی شفا یافت. تفسیر ابن کثیر. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. و به خانواده‌اش و همچند آن از دیگر یاران را از فرزندان و نبیرگان عطا کردیم و این خود رحمت از ما بود و برای خردمندان اندرس و پند باشد. و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. با او گفتیم دسته از خیمچه های باریک را به دست گیر و با آن زنت را بزن و سوگند خویش را مشکن. او را یعنی ایوب را بنده صابر یافتیم، چی نیکو بنده بود یعنی ایوب. هر آینه او به طاعت پروردگارش بسیار رجوع کننده بود. مفسران میگویند همسر ایوب علیه السلام در ایام بیماری همیشه او را خدمت میکرد. یک بار در خدمت کوتاهی نمود. ایوب علیه السلام خشمگین شد و سوگند یاد کرد چون شفا یابد او را 100 تازیانه بزند.
الله او را امر فرمود که دسته خوشه های خرما که 100 شاخه داشته باشد بگیرد و او را 1 ضربه بزند به 100 ضربه برابر می شود. تفسیر طبری. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ای رسول، بندگان ما را ابراهیم و عیسی و یعقوب که دارای قدرت و توانایی در طاعت و دارای بینایی در دین بودند به نیکویی یاد کن. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هر آینه ما پاک ساختیم آنها را برای خصلت پاکی که آن یاد کردن سرای آخرت است. پس برای دریافت کردن آن سرای اطاعت ما کردند و مردم را به سوی آن دعوت نمودند. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. و هر آینه آنها در نزد ما برگزیدگان و نیکانند. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. و ای رسول، بندگان ما را اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به نیکی یاد کن که همه از زمره نیکانند. هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب. این قرآن برای تو و قومت پنده است و هر آینه برای پرهیزکاران بازگشت نیک است. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. بهشت های جاویدان که درهای آن برویشان گشاده است. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. در آنجا تکیه زدند و هر گونه میوه و نوشیدنی های بسیاری که بخواهند می طلبند. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. و نزد آنها همسرانی است همسال که جز به شوهران خویش نظر ندارند. هذا ما توعدون لیوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. این است آن چیزهایی که برای روز حساب به شما پرهیزکاران وعده دادند. هر آینه این رزق ماست بر شما که آن را هیچ پایان نیست. هذا وإن للطاغین لشر مآب. این یعنی آنچه ذکر شد پاداش پرهیزکاران است و بیگمان برای سرکشان که در کفر و معصیت از حد گذشتند بدترین بازگشت هاست. جهنم یصلونها فبئس المهاد. و جهنم است که در آن وارد می شوند، پس چی بد آرامگاه است که برای آنها آماده شده است. هذا فلیذوقوه حمیم و غساق. این عذاب آب جوشان و چیرک و خونابه دوزخیان را باید بچشند و بنوشند. و آخر من شکله ازواج. و عذاب و شکنجه های دیگر از هر نوع دارند. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هنگامی که وارد جهنم می شوند یکدیگر را دشنام داده و بعضیشان برای بعضی می گویند این گروهی است که با شما به جهنم می درآیند. پس جواب می دهند خوش آمدشان مباد که البته آنها داخل شدگان به آتش هستند، چنانه که
ما داخل شده ایم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. سپس گویند پیروان به سروران بلکه خوش آمد شما را مباد، شما این عذاب را پیشا پیش برای ما فرستاده بودید، چه بعد جایگاه است. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. گروه پیروان گویند ای پروردگار ما، هر کس این عذاب را پیشا پیش برای ما آماده کرده است، عذابش را در آتش دوچندان افزون کن. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. و گویند دوزخیان به هم دیگر چرا مردانی را که با ما بودند در دنیا و آنها را از زمره بدکاران می شماریدیم اکنون نمی بینیم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. آیا آنها را به مسخره می گرفتیم؟ واقعا ما اشتباه کرده بودیم، یا این که همراه ما در دوزخند لیکن از نظرها دور مانده اند؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. البته این گفتگو و جدال اهل جهنم با یکدیگر قطعاً راست است و در وقوع آن هیچ شک نیست. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. بگو ای رسول به قوم خود جز این نیست که من بیم دهنده هستم که شما را به سبب ایمان نآوردنتان از آمدن عذاب الله می ترسانم و هیچ معبود بجز الله یکتای قهار نیست که سزاوار پرستش باشد، بلکه تنها او تعالی سزاوار پرستش است. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. او تنها پروردگار آسمان ها و زمین و هرچی میان آنهاست. او تعالی پیروزمند و غالب است در انتقام دشمنانش و آمرزنده است برای هر کسی که از گناهش توبه کند و به سوی خوشنودی پروردگارش رجوع نماید. قل هو نبأ عظیم. بگو ای رسول به قوم خود این قرآن خبری بزرگی است. انتم عنه معرضون. که شما از نفع آن بخبرید و روی میگردانید و به آن عمل نمی کنید. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. من از ساکنان عالم بالا یعنی فرشتگان چون درباره آفرینش آدم که با یکدیگر جدال و گفتگو می‌کردند خبر ندارم. یعنی این قصه در آیت 30 سوره بقره ذکر شده است. یوحى إلی إلا أنما أنا نذیر مبین. تنها از آن روی به من وحی می شود که من بیم دهنده آشکار هستم که شما را از عذاب او می ترسانم و شریعتش را برای شما بیان می دارم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. یاد کن ای رسول برایشان وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت هر آینه من بشری را از گیل خواهم آفرید.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. چون جسد او را به پورگی تمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم، همه سجده اش کنید. مراد از این سجده سجده عبادت و تعظیم نیست، بلکه سجده سلام و احترام است. الله در شریعت اسلام سجده کردن را برای غیر خود مطلقاً حرام گرداند. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. پس همه فرشتگان فرمان را به جا آورده سجده کردند، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. غیر ابلیس که سرکشی کرد و از کافران شد. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. الله گفت ای ابلیس، چیست تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم من کرد؟ آیا تکبر بر آدم نمودی یا از جمله بلند مرتبگان به پروردگارت بودی؟ در این آیت صفت دو دست الله بر وجهی که لایق به ذات اوست اثبات شده است. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. گفت من از او یعنی آدم بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گیل و آتش از گیل بهتر است. قال فاخرج منها فإنك رجيم. الله تعالی گفت پس از جنت بیرون شو که براستی تو رانده شده ای. و این علیک لعنتی الی یوم الدین. و هر آینه تا روز قیامت لعنتی من بر تو خواهد بود. قال رب فأنظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس گفت ای پروردگار من، مرا تا روزی که مردم از قبرهایشان از نو زنده شوند مهلت ده و هلاک نساز. قال فإنك من المنظرین. الله گفت پس هر آینه تو از مهلت یافتگانی الی یوم الوقت المعلوم. تا آن روزی زمانی معین، یعنی و آن روزی است که همه میمیرند، کسی و چیزی در این دنیا باقی نمیماند. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین. ابلیس گفت با عزت تو سوگند یاد میکنم که هر آینه همه آنها را گمراه کنم الا عبادك منهم المخلصین. مگر آنهایی که از بندگان مخلص تو باشند و در پناه تو باشند گمراه کرده نتوانم. قال فالحق والحق اقول. الله گفت حق است آنچه میگویم و راست است و جز حق نمیگویم. لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعین. که البته جهنم را از تو و فرزندانت و از همه پیروانت از فرزندان آدم پر کنم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بگو ای رسول برای مشرکان قومت، من از شما در برابر رسانیدن این دین مزد نمی طلبم و نیستم از آنهایی که به دروغ چیزی از خود می بافند.
بلکه پیروی میکنم آنچه که به من وحی گفته می شود. این هو الا ذکر للعالمین. و این قرآن جز پند برای مردم جهان نیست و همه منفعت‌های دینی و دنیوی جهانیان را به آنها یادآوری می نماید. ولا تعلمن نبأه بعد حین. و البته ای مشرکان خبری صدق آن را بعد از مدتی که اسلام غالب می شود و آدمان گروه گروه در آن داخل می شوند خواهید دانست. و این چنین وقتی که عذاب بر شما فرود آید. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ترجمان و یا ما کجای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله ما را ببخشد. آمین.